هی سلام بچه ها، خوش آمدید در ویدیو دیگه. ما امروز گفتم یک تصمیم گرفتم بریم خانه پیش خانوادیم، چون که دور همی کتونا مزه میده، میدانین مزه میده دیگه. عرضم با خدمتتان دیگه اونجا گفتم زود که آمده شم که بتونم برم قطار بگیرم، که چون عجله هم داشتم، دیر وقت شده بود، 6 بودم اینجا فیشن کردن کلگی منتظر دیگه. اونجا زود تمام کردم، چون از شهر خودم تا شهر خانوادیم 1 ساعت راه است دیگه. گفتم زود تیار شوم که بپرم اول اتوبوس بگیرم باز قطار بگیرم. ولی عرضم با خدمتتان هم تو دورمی یک دوستانه هست دیگه، خانوادگی دوستانه دیگه. اینجا قطاره که ما یک ذره دیر کرده بود، کلی ما را خراب کرده بود. مچم چرا استاد میکرد میره. آخر به فضل خداوند رسیدیم دیگه. گفتیم بیا که اینجا یک عکسکا و فرمکا بگیریم، اینجا قابلی رو سیکو میگه مرا بخو الا دیگه جان دیگه. اینجا گوشتکا بود و یک ذره اما تو چیزکا بود دیگه، جایتان خالی. بعدش گفتم بیا یک شوخیت بیادرم کنم، بریم ببینیم. رشاد، یک جوک میخوام بگم، آماده ای؟ چرا به نظر تو یک تومات اصلا گرجه قرمزه؟ این جوک از یاسیستانه سواله. تو جواب مرا بده، چرا یک گرجه قرمزه؟ خب به خاطری که میتونی بگی نه نمیدونم. نمیدانم. به خاطر که خجالت بگی. خب بچه ها میبخشین از جوکای بیمزه ما دیگه. وقتتان خوش، شبکتان خوش، لایک کامنت یادتان نره تا ویدیو. بای بای.